درود بر شما. من لادن سلامی هستم و این 66مین قسمت از سلسله ویدیوهای تاریخ 46 ساله جمهوری اسلامی. موضوع این قسمت تاریخچه دخالت‌های جمهوری اسلامی برای سرنگون کردن حکومت بحرین. این روزها عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بحرین رفته تا درباره آماده شدن اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی با مقامات این کشور دیدار و رایزنی کنه. واقعیت اینه که سفر عراقچی به بحرین در این شرایط کمی عجیبه، چون روابط ایران و بحرین سالهاست قطعه و جمهوری اسلامی در دوره بهار عربی در سال 2011 تلاش کرده که با حمایت از قیام شیعیان بحرین حکومت آل خلیفه رو در این کشور سرنگون کنه. اگر حمایت‌های عربستان سعودی از دولت بحرین در اون سالها نبود، معلوم نبود که حکومت بحرین در مقابل فشار جمهوری اسلامی و شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی که چندین ماه در خیابان‌های منامه تظاهرات ضد دولتی می‌کردند دوام بیاره. اما مسئله بحرین درست از لحاظ ماهیت مثل مسائل دیگر کشورهای منطقه است. یعنی مسئله بحرین با مسئله مصر، با مسئله تونس، با مسئله لیبی هیچ فرقی ندارد. ملتی هستند، حکومتی بر سر اونهاست که حقوق اونها رو نادیده میگیره. ملت بحرین با این قیامشون چی میخواستن؟ خواسته اساسی اونها این است که انتخابات انجام بگیرد، هر یک نفر آدم یک رأی داشته باشد. این چیز زیادی است. از همون زمان روابط ایران و بحرین تیره شد و دو طرف وارد یک جنگ تبلیغاتی و روانی علیه یکدیگه شدند. از یک طرف قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس علیه حکومت بحرین بیانیه داد و اونا رو تهدید به دخالت نظامی و قیام مسلحانه کرد. از طرف دیگه با خلع تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از سوی دولت بحرین و رفتن اون به ایران، روحانیون قم فشار تبلیغاتی و مذهبی شدیدی رو علیه حکومت بحرین به راه انداختن. در طرف بحرینی هم طی سالیان متمادی حکومت این کشور به کرات اعلام میکرد که گروه‌های خرابکاری و جاسوسی مختلفی رو که عوامل جمهوری اسلامی بودن بازداشت و محاکمه کرده. با وجود این، ریشه این دشمنی بین حکومت جمهوری اسلامی و حکومت بحرین رو باید در تحولات اوایل انقلاب 1357 دید. بحرین کشور کوچیک در خلیج فارسه که در اوایل دهه 1970 در پی برگزاری همه‌پرسی به طور رسمی از ایران جدا شد و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. بحرین با جمعیتی متشکل از اکثریت شیعه و اقلیت سنی همواره با چالش‌های سیاسی داخلی روبرو بوده. پس از انقلاب 57 هم بحرین که از ایده صدور انقلاب مقامات وقت ایران نگران شده بود، همراه با کویت، عربستان سعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی شورای همکاری خلیج فارس رو شکل دادن که دلیل اصلی تشکیل اون نگرانی از صدور انقلاب از سوی طرفداران خمینی بود. در جریان جنگ ایران و عراق هم حکومت بحرین از حامیان صدام حسین بود، اما از زمان وقوع اعتراضات بهار عربی در سال 2011 دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی بحرین افزایش یافته و به جنبه‌های جدیدی از این تنش‌ها بین طرفین افزوده شده. حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. این حقیقت و واقعیته. اما این که حالا حاکم جزیره بحرین بیاد بگه ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه، نه، این حرف درستی نیست، حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم اوضاع در بحرین جور دیگری میشد. بحرین که با جمعیت حدود 1 میلیون نفر دارای جمعیتی با اکثریت شیعه بود، همانند برخی دیگر از کشورهای عربی که شاهد قیام‌های مردمی در بهار عربی بودند، با تظاهرات عمومی مواجه شد. عدم توازن قدرت سیاسی و اجتماعی باعث نارضایتی‌های عمومی و افزایش اعتراضات شد. در این شرایط احساس تبعیض و نابرابری میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. هدف اعتراض کنندگان تغییرات جدی در ساختار سیاسی کشور بود، اما حکومت وقت بحرین که عمدتاً در دست سنی هاست تصمیم گرفت تسلیم تظاهر کنندگان نشه. در واقع در جریان بهار عربی جمهوری اسلامی ایران به وضوح از اعتراضات شیعیان بحرین حمایت کرد.
مقامات ایرانی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران همونطور که گفته شد به طور علنی به حمایت از معترضان پرداخته و حتی اقدام به تهدید دولت بحرین کرد. سلیمانی در یکی از بیانیه‌های خودش گفت دولت بحرین به شیعه زدایی پرداخته و باید به اون مقابله کرد. این نوع صحبت‌ها به تشدید تنش‌ها در بحرین و احساسات ضد ایرانی در میان سنی‌ها دامن زد. در واقع نیروی قدس به عنوان بازوی برون مرزی سپاه پاسداران نقش مؤثری در حمایت از گروه‌های معترض در بحرین ایفا کرد. اطلاعات موجود نشون میده که نیروهای سپاه پاسداران به تأمین مالی، آموزشی و تسلیحاتی گروه‌های شیعه در بحرین پرداختند. بسیاری از افراد هم که به خاطر خرابکاری و جاسوسی در بحرین بازداشت شدند، به ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شدند. در سالهای بعد هم تعدادی از فعالان سیاسی و گروه‌های وابسته به ایران در بحرین به خاطر اقدامات نظیر خرابکاری و جاسوسی بازداشت و محاکمه شدند. به طور مثال در سال 2017 برخی از این افراد به اتهام همکاری با نیروی قدس و تلاش برای براندازی حکومت بحرین دستگیر شدند. محاکمه‌های این افراد غالباً با انتقادهای زیادی از طرف سازمان‌های حقوق بشری مواجه بود که به عدم شفافیت و ناعادلانه بودن این محاکمات اشاره داشتند. این موضوع همچنین به افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت بحرین منجر شد. از سوی دیگه خلع تابعیت شیخ عیسی قاسم در سال 2016 روابط بین دو کشور را بدتر کرد. شیخ قاسم به خاطر انتقاداش از سیاست‌های حکومت بحرین و حمایت از حقوق شیعیان هدف فشار حکومت قرار گرفت. خلع تابعیت اون نه تنها باعث افزایش تنش‌ها در بحرین شد، بلکه به اعتراضات مردمی و فشارهای بین‌المللی علیه دولت بحرین منجر شد. این اقدام دولت بحرین به عنوان نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های مذهبی مورد انتقاد قرار گرفت. با افزایش دخالت‌های ایران در امور بحرین و حمایت این کشور از معترضان و از جمله حمایت روحانیون قم و فرماندهان سپاه از شیخ عیسی قاسم، روابط بحرین و جمهوری اسلامی به طور جدی آسیب دید. در سال 2016 بحرین روابط دیپلماتیک خودش را با ایران قطع کرد و این اقدام به دلیل نگرانی از نفوذ ایران در مسائل داخلی بحرین و حمایت این کشور از گروه‌های مخالف بود. این قطع روابط باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شد و کشورهای دیگر به دنبال اتخاذ مواضع مشابه با بحرین برآمدند. از طرف دیگه در کنار دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی هم به عنوان یک کشور همسایه در بحران بحرین نقش فعالی ایفا کرد، اون هم در مقابل جمهوری اسلامی. در سال 2011 در پاسخ به اعتراضات، عربستان سعودی نیروهای خودش رو به بحرین فرستاد تا به حفظ حکومت بحرین کمک کنه. این اقدام نه تنها به تثبیت حکومت سنی‌ها در بحرین کمک کرد، بلکه نوعی مقابله با دخالت‌های جمهوری اسلامی در مسائل جهان عرب بود. این رویکرد تأثیر قابل توجهی بر معادلات سیاسی در خلیج فارس داشت و موجب شکلگیری ائتلاف‌های جدیدی در این منطقه علیه جمهوری اسلامی شد. در مجموع دخالت‌های جمهوری اسلامی در سالیان گذشته در امور داخلی بحرین تأثیرات عمیقی بر روابط دو کشور و وضعیت داخلی بحرین داشته. این دخالت‌ها نه تنها به تشدید تنش‌های مذهبی و قومی در بحرین منجر شده، بلکه به بحرانی‌تر شدن وضعیت سیاسی در بحرین کمک کرده. در حالی که عربستان سعودی به حمایت از حکومت بحرین پرداخته، دخالت‌های ایران هم به یک چالش جدی برای ثبات این کشور تبدیل شده. در چنین شرایطی بعیده که بحرین کمک خاصی به جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله اسرائیل بکنه. بحرین فقط مایله که خودش رو از درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دور نگه داره. البته این کشور که همیشه از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور خودش نگران بوده، تلاش کرده از طریق همکاری با آمریکا و میزبانی از مقر ناوگان 5 آمریکا در منامه خودش رو تا حدی در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی و شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی بیمه کنه. ممنون از توجه شما به ویدیوهای کانال تاریخ سیاه. با ما بمونید برای مرور تاریخ 46 ساله جمهوری اسلامی. نظرات و دیدگاه خودتون رو برای ما بنویسید و اگر مایلید که ویدیوها رو منظم‌تر ببینید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. شب و روز بر شما خوش.